سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که وقتتان ضایع نکرده باشم. عزیزان گرامی، ایده زیادی از دوستا سوال میکنن که آیا ما کملیک یک ساله داریم، سه ساله داریم و ایست که انسانی اقامت داریم. به اثر از اینا ما در سال 2026 ایده ای آوازه کردن که ما میتونیم به اساس ازی تابعیت بگیریم و ایده ای که کسایی که کملیک دارن و مو کملیک یک ساله و سه ساله پناهندگی دارن، میگن که ما با اساس از این نرمال اقامت یا انسانی اقامت گرفته میتونیم. که ما خدمت شما عرض بکنم تا الحال که ما و شما صحبت میکنیم یک موضوع هیچ وجود نداره. برای تابعیت گرفتن جای خیلی ها خیلی کارهای باید شود بعد روش آدم صحبت بکنه. اما پیش از پیش ما در قسمت ازی که کسایی که کملیک دارن، کملیک کارت پناهندگی یا یک ساله یا سه ساله، اینا عزیزان گرامی یک موضوع هیچ وجود نداره. تا فعلا نه کسی انسانی اقامت به اساس کدام دلیل وجود داره که ما بگیم نظر به اینی اعلامیه، نظر به اینی قانون، نظر به اینی مقرراتی که است گرفته بتانه. تنها انسانی اقامت اینی جا به شما یک ذره واضح تر شرح داده بتانم. سال گذشته همون معافیت چالش میزینی که آمد، یک ایده انسان کسایی که برای حیوان نگهبانی حیوانات و یا تربیت حیوانات و است که برای به عنوان عامیانه بگم چوپانی که برای انسانی اقامت ثبت نام کرده بودن، برای از اونا یک ایده را برشان تادیه شد و یک ایده دیگه شون کارایشون نهال هم دوام داره و یک بعضیش به نظر به قانون قواعدی که اداره مهاجرت با بعضی اداره زیربط دیگری که رویش کار دارن نظر به او اما تو باقی مانده و روی از او ایده ای هستن که وکیل گرفتن کارشان پیش بردن و ایده ای هستن که اما تو منتظر ششتن دیگه و ایده ای هست که وکیل گرفتن کارشان از سر برای بررسی گذاشته تا ای که امر بعدی از مرکز نظر به پروسیجر جدیدشان داده شود. اینی روی او رقم و یک کسای دیگه که برای انسانی اقامت مثلا گیریم که مریض می داشته باشه، مریض صعب الولود علاج داره در هر شهر ترکیه و طبق قانون اداره مهاجرت سلای مامورین و اما اوراق اسناد را که از او طریق تنظیم میشه و نظر به او انسانی اقامت داده میشه. مسئله تابعیت یک مسئله بسیار یک مسئله بسیار به اصطلاح بعدی است. چرا بعدی است؟ به خاطر از که تا کدام قانون فوق العاده ای که از طرف دولت ترکیه داده نشود، چه امر شده نشود به پارلمان پاس نشود، اونا جای بسیار دوری است. فقط اینقدر براتون گفته میتونم که شما اگر میخواین به اما موارد موضوعی که روش ایده دوستا در کوچه و بازار حرف افواتی را که پخش میکنن از مراجع بالاتر مراجع مربوطه ای که کار انجام میده، خصوصا در ارتباط به موضوع اداره گوچی داره، امو اداره گوچی داره مربوطه امو شهر است. دوم که آسانتر شما برین به او دست پیدا بکنین یا به او مطلب به دست بیارین، موضوعی است که شما با 157 تماس میگیرین، 157 خطی صحبت میکنین، اونا برای شما این موضوع رو واضح میگه که چه قانونی است، چه موضوع جدیدی که آمده باشد، اونجا به شما طبق اما حق و حقوق صلاحیتی که مامور مربوطه که شما رو به عنوان کال سنتر هستن اونجا تماس میگیرین، جواب میتن، اونو را شما میتونین که امرایشان صحبت بکنین و از اونجا جوابتان را بگیرین. و به افراد اشخاصی که در کوچه شما را در بیرون در آوازه و دروازه میکنن، به اینا باور نکنین، چرا که اکثر بدبختانه بعضی از موارد وجود داره که ما بسیار به او سر میخوریم. خصوصا ما به عنوان از که امروز شما مخاطب هستم که بعض موضوع را میپرسین و به شما جواب میدم، یعنی حقیقتا تعجب میکنم که چرا یک موضوع را مردم در کوچه و در آوازه میکنن. بنابراین هر نوع سوال و حرفی که داشتین ما در خدمت هستیم، میتونین که بپرسین، صدا بگذارین، ما در خدمت هستیم. تو قدری که من میفهم، قدری که از
معلوماتی که حاصل میکنیم خدمت شما جواب میتونم. ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.